قبل از اینکه برم سراغ سوالاتی که شما از من داشتین، میخوام یه بیوگرافی خیلی کلی از خودم بهتون بگم. من ریحانه ملکی هستم، متولد 23/11/79 در شهر مشهد. اما الان 2 ساله که آمور زندگی میکنم. الانم در حال حاضر 2 کتاب چاپ کردم که کتاب هر کس در خلوت خود میداند کیست. یه سوالی که خیلی از شما راجع به من میپرسین داخل این اینستاگرام اینه که چی شد که به تازگی سبک پوششت و نحوه عکس گذاشتنت تغییر کرد؟ فقط میتونم بگم یه انتخابه. اصلا هیچ دلیل خاصی برای این اتفاق ندارم. دوست داری بیای خارج؟ راستش به مهاجرت فعلا فکر نمی کنم و من ایران رو خیلی دوست دارم، اما خب در آینده ممکنه. یکی از عزیزای دیگه گفته که خیلی دوستت دارم، خوشم میاد ازت، آرزوم دیدنت. چند سالته؟ خب سنم رو که گفتم، متولد 79 هم 24 سالمه و اینکه واقعیتش اینه که منم خیلی از شما رو دوست دارم از نزدیک ببینم، چون خیلی به من لطف دارین و امیدوارم که یک روز توی یه مکانی بتونم همه شما عزیزای دلم رو ببینم. گفتن که ازدواج کردی؟ خب نه، مسلما ازدواج نکردم، چون اگر ازدواج میکردم از فعالیتم مشخص میشد. ازدواج نکردم فعلا و ازدواج نکردم فعلا. دوستایی که داخل یوتیوب با من آشنا شدن میتونن از آیدی که میذارم این اینستاگرامم رو هم دنبال کنن. پرسیده چی کار میکنی انقدر خوشگلی؟ واقعا من الان به این سوال باید جواب بدم. مرسی، ممنونم و اینکه بیشتر اوقاتم رو ورزش میکنم. همین. یکی از دوستان نوشتم فقط میتونم بگم که با حجاب خوشگل تری. ممنونم. یه چیزی ندارم. مرسی، ممنون. اصفهان زندگی میکردی قبلا؟ نه من فقط مشهد زندگی کردم و الانم که در حال حاضر آمولم و اینکه سفر اومدم به اصفهان و ایشالله که به زودی یک سفر به اصفهان بیام. یکی از عزیزان پرسیدن که چی شد شمال رو برای زندگی انتخاب کردی؟ خب سوال خوبیه، چون مشهد بودم 22 سال و الان 2 ساله که اینجا زندگی میکنم. شاید به خاطر اینکه از بچگی شمال رو خیلی دوست داشتم و اینجا آب و هواش، مکانهای تفریحیش، کلا اون سرسبزی و بکر بودنش رو دوست دارم. حالا محصولات ارگانیکی که وجود داره، بیشتر به خاطر همین موضوعات و دلیل خاص دیگه ای ندارم راجبش. و حالا ممکنم هست که برای همیشه اینجا زندگی نکنم، یعنی ممکنه که باز دوباره مشهد که بر نمیگردم ولی ممکنه که حالا تهران یا شاید یه جاهای دیگه. از همه دوستای عزیزم سپاسگزارم. مرسی که همراه منید. اگه میخواید ویدیوهای بیشتر من رو ببینید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما روشن کنید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که همیشه کنارمید. همیشه کنارم بمونید. همتون آرزوی موفقیت و ثروت و برکت و فراوانی میکنم. بازم ممنونم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.